شویرا ایجانت یکم تمالی شویرا جوگا ای خوب جدای گرم همه ساده کپونستای نرم دا جوگای گرم خوب دم در دیوان بعد مشویرا اومد سابیلیکم دیوان این پروژه از رقابت نوی رپسرایان تاجیک است. با توصیه مقامات باتل‌های پرطرفداری رپسرایان منع شد و من بعد آنها مشاوره میکنند. برای یکم پروبلم کلان شدن щоб رپ запрещать نکنن ما باید امیره پیشگیری کنیم و ما درخواست کردیم که من میخوام همین خیلی یک چورابینی تشکیل کنیم که یکم خیلی خصومت یکم خیلی بین همون افراد نباشد لک چه خیلی باشد نباشدم قیقه بطلا نفهمیند کند. محفل رقابت رپسرایان با شیوه نو ولکه مراتبه هفتم است که برگزار می شود. آن از سوی گروهی از جوانان تاجیک یا به قبل سابقه داران رپ راه اندازی شد. غوغا و دو همه همین خلق و یعنی مخلصان رپ بین خود همین چیزا جدی بسیار باید جدی قبول کردن یعنی خیال کردن که این پرابلمای شخصی ویا است و ویا باید از قفای این یا اون شخص برآمد کنن و باز بینشون کم کم میلچگی پیدا شد یعنی محلچگی یعنی از بین رایدر از کلوب بود استیوپ از وحدت بود گروه ها جدا شدن این شی وحدت زور ایش کلوب زور. تشکیل مشاوره به جای باتل ایده روشن سفر آموزگار و رپسرای تاجیک است. اگر با تاریخ نظر کنیم برگردیم به تاریخ ما شما میبینیم که اون چیزی که ما امروز مشاوره نام کردیم مانند همین چیز در مدرسه مولا بچه ها هنگامی تحصیل در مدرسه همین چیز رو تجربه میکردن جمع میشدن آدمانی که در ادبیات و قافیه بندی و شعر نویسی استعداد دارند یک نفرشون در یگون دایره یا تولک ضربه میزد و دیگرانشون دیگر شاعر بچه یعنی شعر ایجاد میکردن عینی حال شعر ایجاد میکردند و شعر میسرویدن و در ادبیات این چیز رو باید برک میگویند. خب از آخران کلمه حریف دیگر شعر میخوند یعنی این چیز برای ما بیگانه نیست. مشاوره به فرق از باتل از سراینده ها دانستن لغت زیاد را طلب می کند زیرا در این مسابقه لفظی در موضوعی که همون لحظه روی صحنه پیشنهاد می شود باید سخن ایجاد کرده در شکل رپ اجرا نمایند. در مشاوره دو کس میبرویند 8 مصرعی میخونه یکم بخشی اسکیه یعنی остроумное раскрытие темы. ما یکون موضوع میتیم اون موضوع را و یا راسکریوات میکنن چه خیلی که سواد داشته باشن چه خیلی که خچون میفهمن همون خیلی با قافیه به تئوری. بخش دیگری نامش раджаз самовосхваление перед лицом противника оппонента противника не оппонента و سیم وقتی که وایم گذاشت فینالی ما مشاوره میشود دو مصرعی کدومی را غلطون با قافیه فقط. ولی تشکیل مشاوره به جای باتل باعث ناراضگی گروهی از مخلصان رپ و رپسراها شده است. باتل دا خیلی بسیارتر تیاری میدیدی زحمت میکشیدی مهنت میکردی میبرومدی بعد برآمد میکردی دا این مشاوره یگان چه پیشکی تیار نمیکنی اما خمیره برآمد میکنی. خودی تشکیل کننده های مشاوره هم اقرار میکنند که حالا این لایحه نتوانسته است جای باتل را بگیرد. به معنی شد یک مردم که گفتی ورسو хотят любят зрелище یعنی хлеба и зрелище یعنی همین بخورم یعنی такой как бы зрелище ایجاد зрелище کمتر здесь ایجاد یعنی فکر تا گفتن در کار یعنی ایجاد دیگر چه خیلی گویم دیگر کمتر سطح نه سطحش یعنی ایجاد зрелище نیست ایجاد بود یعنی یک انتلکتوالی کمتر از این طرف است. طرفداران مشاوره با پیشنهاد جایزه پولی میخواهند آن را مثل باتل میان دوستداران رپ سرمخلص کنند. یکم جو 1000 سوم دوم جو 500 و سوم جو 300 سوم همین مبلغ مجبور میکنه رپرها را که با قاعده های موروثی شوانه در همین خیلی چورابینی ها اشتراک کنند. تشکیل کننده ها میگویند در صورت موفق شدن مشاوره لایحه را به مقامات و وزارت فرهنگ پیشنهاد خواهند کرد. زیرا به گفته آنها می شود با این راه موقع رپ را چون یک ژانر موسیقی بالا برد و حفظ کرد.